بسم الله الرحمن الرحیم. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم. دفتر نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی و مکان استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم در حملات هدفمند و غافلگیرانه موشک‌های خیبر در موج دهم مورد حمله و ضربه سخت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. سرنوشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. حملات موفق موشکی ایران علیه سرزمین‌های اشغالی در موج دهم متمرکز بر پردیس حکومتی رژیم صهیونیستی بوده است. یگانهای پدافند هوایی تا این لحظه موفق به سرنگونی 3 فروند جنگنده متخاصم آمریکایی شدند. دستاوردهای عملیات‌های آفندی و پدافندی و اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.